بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز در درس تفسیر با هم سوره قلم را میگیریم. سوره که در داخلش آیید اخلاق حمیده و این چنین آیید اخلاق پست و رذیله صحبت می رود و بیایید در این سوره ببینیم که کدام اخلاق های هست، کدام خلق های هست که خداوند ما را برای به آن نزدیک نشدن در این قرآن یا در این سوره شناس می کند. اولا نام سوره قلم هست و بار در تفسیر همین سوره همراهی شاگردها بودم که یک نفر میگوید به من پیش از همه نامش خیلی عجیب است که چگونه خداوند نام سوره را به قلم نهاده است. یعنی چون قلم خیلی میدانید اصل علم است و علم را با قلم ثبت میکنند و سطر میکنند و گاه تیغ قلم یا تاثیر قلم از هزار گفتن و از هزار کلمه هایی که شنیده می شود تاثیرناکتر است. خداوند میگوید نون و القلم و ما یسطرون، نون و قسم به قلم و به قسم به هر چی که قلم می نویسد. اینجا نون مانند حرفای الف لام میم یا کف ها یا عین صاد که بعضی از سوره ها با این گونه حرفای مقطع شروع شدند. معنای نون را یگانه الله می داند و این اسلوبی سخن کردن پروردگار با بنده هایش علل خصوص با عرب های آن زمان است که این نمود اسلوبی سخن گفتن اگرچه آنها سخنور بودند، اهل فصاحت و بلاغت بودند، اصلا نداشتند. و خداوند یکمین آیت سوره قلم را شروع می کند با قسم خوردن به قلم. نون و القلم و ما یسطرون، قسم به قلم و به قسم هر چی که قلم می نویسد. قلم هر چی که می نویسد، چه آن قلم فرشته ها باشد که در بالا تقدیر بنده ها، تقدیر هر روزه و این چونین پیش از آفریده شدن زمین و آسمان ها تقدیر تمامی کائنات را تقدیر کلی نوشته بودند و این چونین قسم به قلمی که بنده ها با آن می نویسند و علم خود را با آن شرح می کنند. و چه خیلی گفته از رسیدن به علم یکی کتاب خواندن باشد، دیگر قلم و با آن نوشتن است که خداوند در این سوره با قلم قسم میخورد. در دوامش میگوید ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم به قلم و قسم به هر چیزی که قلم می نویشد، تو اصلا با رحمت پروردگارت همان گونه که مشرکین تو را مجنون یا دیوانه میگویند دیوانه نیستی. مشرکین مکه از ابو جهل و ابو لهب شروع کرده تا دیگرها پیامبر صلی الله علیه و سلم را بعد از اینکه از دین بت پرستی آنها را برحذر داشتند و مجنون گفتن یا ساحر و جادوگر گفتن تهمت می زدن و خداوند اینجا قسم می خورد که اصلا تو دیوانه نیستی و این لک لاجرا غیر ممنون و برای تو ای محمد صلی الله علیه و سلم اجر و پاداش های هست که آن اصلا قطع نمی شود. یعنی بر عوض این اذیتی که امروز تو می بینی، بر عوض آن صبر که 13 سال پیامبر در مکه به اذیت و به تمام تهمت و شکنجه های مشرکین صبر کردن، خداوند میگوید انتظار باش، حالا برای تو اجر و مکافات های هست که اصلا آنها منقطع نمی شوند، یعنی اصلا آنها کنده نمی شوند، کم هم نمی شوند. در دوامش الله میگوید و اینک لعلی خلق عظیم و این شهادت الله رب العالمین است که میگوید ای محمد و تو در اخلاق حمیده و یا تو صاحب اخلاق حمیده هستی. اخلاق حمیده زیبنده توست، لایق توست و از آن توست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگویند این الله بعثنی لاتمم مکارم الاخلاق،
خداوند مرا فرستاد تا اینکه من اخلاق حمیده را کامل سازم، اخلاقی که با دیگر پیامبران آمده بود، اخلاقی که در قلب انسان ها جایگیر است، آن را من پرتر سازم. در حدیث دیگر میگویند ادبنی ربی و احسن تعدیبی، خداوند خودش مرا تعدیب کرد، یعنی خود خداوند به من ادب آموخت و چه خوب هم ادب آموخت. و درباره اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کجا که باشید از الله بترسید و وقت بدی انجام میدهید با خوبی اون بدی رو از بین ببرید. یعنی وقتی گناه صادر کردی، خطای کردی، حتما از پی او یگان کاری خوب کن، چه نماز نافله باشد، چه صدقه باشد، چه کمک به محتاج باشد، برای آن که خوبی کرده ای تو اون بدی تو رو از بین میبرد. و در دوامش میگویند و خالق الناس بخلق الحسن، و با مردم با اخلاق حمیده معامله کن، اخلاق نیک داشته باش. در حدیث دیگر میگویند در روز قیامت در بالای میزان، در بالای آن ترازویی که عملها در آن برکشیده می شود، وزمینتر از اخلاق حمیده چیزی نیست. یعنی اخلاق شما وزن دارد و اخلاق شما در قیامت به درجه شما رو میرساند که چیزی دیگر رسانیده نمیتواند. و در دوامش میگویند ان الله تعالی لا یبغض الفاحش البذی، البته که خداوند خیلی بد میبیند. بغض یعنی از حد بد دیدن. هر مردی که یا هر کسی که فحاش باشد، حقارتگوی و بد زبان باشد و زبان خود را اصلا کنترل کرده نتواند، از زبانش چی میبراید، از گپ‌های پوچ و بی‌معنای فحش اهمیت ندهد. و در حدیث دیگر باز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت وقتی ترازوها گذاشته می شود، انسان‌های مؤمنی که درجه اخلاقشان بالا است، صاحب اخلاق حمیده هستند، به درجه انسان‌های نماز زیاد و روزه زیاددار برابر و حتی از آنها هم بالاتر می شوند. و سبحان الله، کسی که اخلاق خود را محافظت می کند، به اخلاق خود همیشه اهمیت می دهد، مانند کسی هست که نمازهای نافله و روزه های نافله دارد. برعکس کسی که بد زبان است، بد اخلاق است، به اخلاق خود رعایت نمی کند، من همین گونه و همین گونه میمونم، من هرچی به دهانم آمد نگویم، دلم قرار نمی گیرد، ما رو همه با روشن زبانی یا ببخشید با حقارت و دشنام میشناسند، گویان در بین مردم نه، در معرکه نه، در نزد فرزند و همسر نه، زبان خود را کاملا دیگر کشاده مانده است یا گفتیم به آزادی سر داده است. اگرچه نماز و روزه های نافله زیاد داشته باشد هم پروردگار آنقدر او را بد میبیند که حتی پیامبر گفتن بغض از کلمه یعنی خیلی بد دیدن. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره اخلاق میگویند نزدیکترین شما بر من در روز قیامت خوش اخلاق ترین شما می باشد. میخواهید به من نزدیک باشید، اخلاقتان را حمیده کنید و بدانید پروردگار خیلی بد میبیند. و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه، و روز قیامت از من خیلی خیلی دور است. سرسارون، متشدقون، متفیحقون، اونهایی که سرسار هستند، یعنی اینقدر در گپ زدن و در حقارت کردن پروای ندارند. متشدق یعنی دهان خود را کلان کلان کشاده حقارت میکنند، خنده های بیزیب، صداهای بیزیب. و این چونین متفیحق، وقتی که متفیحق این کلمه را میگویند، صحابه ها میپرسند که معنای این چی است؟ پیامبر میگویند متکبر. متکبر یعنی آنهایی که متکبر و کتچه هستند و تا اندازه با خبر هستیم اساساً بدزبانی و حقارتگویی مال شخصان متکبر است که از کسی شرم و حیا ندارند، نه از پروردگار خود، نه از حتی پدر و مادر خود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اینها از من خیلی دور و پروردگار اینها رو خیلی بد میبیند. پس به خاطر
این که به پروردگار و به رسول الله در قیامت نزدیک باشی باید مواظب اخلاق خود باش. و اینجا عبدالله ابن مبارک میگویند میدانید اخلاق حمیده چی است؟ چهره کشاد داشتن، به مردم خوبی کردن و از اذیت مردم دست کشیدن. وقتی چهره کشاد داری به مردم با کتگی و کبر و غرور نگاه نمی کنی، سرت را بالا کرده با چشمهای نیشدار یا با چهره پر از عبوس و با گرفته چهره کشاد داری، تو می توانی در کمک مردم هستی، از دستت می آمدت را می کنی و خود را از اذیت مردم نگه می داری، تو صاحب اخلاق حمیده می باشی. و نمیدانم برای فقط من است یا برای شما هم باشد، از چیزهایی که داریم روز از روز از دست میدهیم این اخلاق است. یک دخترک خوب و با اخلاق رو میبینید در اینترنت چیزهای میگوید سبحان الله، در ایما باشد، در اینستاگرام باشد، کلمه های به زبان می آورد که دیگر آن را شاید شیطان هم از آن شرم کند. حتی انسان یک طرف است، شاید شیطان هم شرم کند که این چیز کلمه است که این بدبخت به زبان آورد. و یک مرد برادر رو میبینی که زنها در صحبتشون میگوید که شوهرم مرا این گونه صدا میکند، این گونه دشتم میکند، در حالی که اهل نماز است، در حالی که اهل ایمان است. اخلاق در کجا هست؟ هر کسی که هزار و هزار از اخلاق خود به مردم تعریف کند اما در زبان او دشنام باشد، در زبان او آچت و خواهرت و نمیدانم خودت و حیوان و چیز دیگرها باشد، او صاحب اخلاق حمیده نیست، او دروغ میگوید. او در اسلام خود هم خیلی و خیلی و خیلی نقصانی دارد. هر کسی که اهل نماز است، اهل ریش است و هر خواهری که صاحب سطر هست، نمازخوان است، یا هر خواهری که با لباسهای ملی میگوید مایان فرهنگ خوبی تاجیکی داریم، اما زبانش را نعوذ بالله از عورت مرد و زن نگاه نمیدارد و در رفت سخن از همه دشنام استفاده میبرد، یک بد اخلاق، یک بزی، یک شرمنده هست که در نزد خدا و در نزد رسولش و در نزد بنده های صالحین پسترین انسان حساب می شود. پس اخلاق حمیده هست که شما را به قله های بلند می رساند. اخلاق پست است که سر شما را در دنیا و آخرت خم می کند. می خواهید صاحب اخلاق حمیده باشید، چهره های کشاد و خوبی به مردم، نگه داشتن زبان و اذیت از مردم را کم کنیم. در دوامش الله میگوید فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو هم خواهی دید، این مشرکان مکه هم خواهند دید، آنهایی که تو را تهمت میزنند که تو دیوانه هستی. بأیکم المفتون، کدام از شما مفتون و دیوانه هستید؟ البته که خداوند پروردگار تو الله یگانه میداند که گمراه است از راه او و او آگاه است از اهل هدایت یافتگان. یعنی اگر تو در هدایت و در راه راست باشی که چی میگوید پروا نکن، خداوند آگاه است تو که هستی، خداوند آگاه است از نیت ها و از ایمانی که در قلب داره. در دوامش الله میگوید فلا تطع المکذبین و اصلا اطاعت نکن و اصلا ببخشید عطسه میآید. فلا تطع المکذبین و اصلا اطاعت نکن دروغگویان را در مسئله دین، در مسئله مشورت و مصلحت گرفتن، آنهایی که دروغ می شمارند روز قیامت را و این چنین آنهایی که خود دروغگو هستند که چقدر صفتی پست و شرمندگی است دروغگو بودن، اصلا آنها را اطاعت نکن. و دو لو تدهنوا فیدهنون، این حال همیشگی فاسقان و اهل معاصی، اهل گناه است. الله میگوید مشرکان مکه، کافران عموما دوست می‌دارند که با آنها تو مجامله کنی، یعنی تو با آنها کاردار نشوی، آنها با تو کاردار نشوند. کار شما هم خوب است گویی آنها هم بگویند کار تو هم خوب است، چون با همین گونه
یک مصلحت پیش پیامبر آمده بودند و گفته بودند که بیا یک روز خدای ما رو یعنی بت‌ها رو در نزد کعبه پرستش کنیم، یک روز خدای یگانه تو رو. چی می شود که همان گونه که به مردم از دین خود دعوت میکنی یا از دین خود تعریف میکنی، دین ما رو پس نزنی. الله میگوید نه، آنها میخواهند تو با آنها همردیف باشی، تو با آنها در یک حالت مصلحت باشه که کاری شما هم درست، کاری من هم درست. نه، اصلا این گونه نیست. مسلمان در دین خود مستحکم و قوی هست. اصلا نمیگوید که کار شما هم درست، کاری من هم، نمیگوید کار شما غلط است. شرک همیشه به جهنم میبرد. کفر همیشه کفر است اگرچه نامش دیگر باشد. گناه همیشه گناه است اگرچه نامش دیگر باشد. نباید یک مسلمان در مسئله دین، در مسئله اساسهای ایمانش با یگان نفر، حتی پادشاه زمانش باشد، حتی از نزدیکترین انسان ها باشد، بگوید که کار تو هم درست، کار من. نباید در مسئله دین این گفته شود. دین تو خطا هست و باطل است، دین ما هست که حق است. در دوامش الله میگوید ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. الله میگوید اصلا اطاعت نکن این گونه انسان ها را، اصلا نزد این گونه انسان ها سرخم نکن، اصلا با این گونه انسان ها در یک جا نباش. یکم که حلف، اونی که خیلی زیاد قسم میخورد و زیاد قسم خوردن نشانه دروغگویی هست. انسان هایی که اتخذوا ایمانهم جنة میگوید الله، با قسم خود را حمایه میکنند. آدمی که خیلی زیاد قسم میخورد خیلی مشکلی دارد، برای خود را حمایه کردن از قسم دروغ استفاده میبرد. الله میگوید خیلی زیاد قسم خورها را اصلا اطاعت نکن. و این چنین مهین، انسان‌های پست و پچق را، انسان‌هایی که در مسئله آدمگری اصلا مردانگی، جوانمردی ندارند، عین نامردان آدم فروش هستند. در یک لحظه به تو پشت میگردانند، در یک لحظه برای 2-3 تنگ پول به دوستی قدم مینهند. انسان‌های پست چقدر صفت‌های بدی دارند. عکس جوانمردی، عکس جوانمردی این مهینی هست یا نامردی یا کمال ناجوانمردی که تو را به خاطر مال دنیا، تو را به خاطر منفعت ها یا تو را به خاطر کسی دیگری هر لحظه پیش پا میزند. نباید با این گونه انسان های مهین و پست و پچق، انسان هایی که آدمگری ندارند، کجا رود مروت و مردانگی، دوستی کرد و از اینها پیروی کرد و اطاعت کرد. در دوامش الله میگوید هماز مشاء بنمیم، قسم خور یک بود، دویمش انسان های پست و پچق و نامرد، سیومش هماز، آنه که همیشه از پی طعنه زدن به مردم و غیبت است. بر روی مردم نگاه کرده، هیچ شرم نکرده. تو یک بیسوادی، پدری تو این گونه بود، مادری تو این گونه بود. هماز همانی هست که به انسان ها طعنه میزند، عیب های انسان ها را برای پس زدن انسان ها برویش میگوید. لماز آنه که از پشت غیبت میکند. انسان های هماز باز یک شعار دیگری هم دارن، میگویند ما هرچی در دل ما هست به زبان میآوریم. نه، نباید دلت هرچی هست به زبان بیاوری. دلی چند کس رو پاره میکنی، چند کس رو به خود دشمن میکنی. هرچی در دلت هست باید در دلت بداری. هرچی که به نفع انسان هست، هرچی که به مراسای انسان هست، اون رو به زبان آور. هرچی در دلم هست گفته خلاص میشوم گویان، تو برای رنجانیدن مردم حق نداری. و الله میگوید اون انسان هایی که همیشه مردم رو عیب گفته و طعنه کرده و انسان ها رو میرنجانن، هماز، اصلا اینها را تو اطاعت نکن. اصلا اینها انسان هم نیستن. از یک جهت اونی که می نشیند روبرویت فقط مقصدش تو رو سرخ کردن، مقصدش تو رو شرمدارانیدن، مقصدش این است که تو خجالت شوی. او چیزی دیگری نمیگیرد. با این کجا میرسی؟ اونی که الله عزت داده است، 1000 کس اگر بالای سر او با 1001 عیب و تهمت و نقصان بیایند هم باز عزت او بالاتر از همه است. در دوامش میگوید الله مشاء بنمیم، یعنی اونی که روبرو به تو
عیب میگوید و طعنه میکند و دیگری که خبرکشی از این به آن از آن به آن خبر میبرد. فلانی این گونه گفت، تو چی میگویی؟ همین گونه ببخشید لیکن نگویم نمیشود، دلم میکفد گویان مردم را فقط با هم دیگر جنگ انداختن. از این گونه انسان ها نباید اطاعت شود، نباید هم نشین تو باشد. با اینها یک سلام علیک کفایه هست برای آن که با انسان های مشعیم بنمیم خبرکش سخنچین اگر دوستی کردید روزتان سیاه است، شبهایتان بیدار خوابی هست. با یک کلمهش که فلانی تو رو همین گونه گفت، تو دیگر چندین روزها فکر میکنی که چرا این رو گفت، چون انسان همین گونه است. خواهد نخواهد، حتی پیامبر هم خداوند میگوید و لقد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، ما میدانیم که گپ هایی که آنها تو رو میگویند تو رو خیلی و خیلی غمگینت میسازد. حتی پیامبر با پیامبری سخن مردم قلب ایشان را محزون و غمگین میکرد. خواهد نخواهد، نه من خیلی قوی هستم گوید هم وقتی سخنچین درباره کسی یا عاید شما سخنی بدی رو می آورد، دل شما شکسته می شود و این سخن چند روز در ذهن شما تاب می خورد. چند روز با این شما در غم و در حسرت و برای اون نفر، خود سخنچین بدبخت یک طرف می ایستد، به اون نفر گمان بد می کنید و اینها رو نباید نه به خانه راه داد نه دوستی کرد. سلام علیک سخنچینی کرد، باید بگفت که نه، از این گفته‌ات به من هیچ فایده نیست، بگذار این گفته ها در خودت بماند. وگرنه سخنچین ها کاری که با خبر کشی میکنند حتی جادوگرها هم کرده نمیتوانند. در دوامش الله میگوید منع للخیر، این چونین اصلا اطاعت نکن از این گونه انسان هایی که منع للخیر، خیر را من میکنند. به کسی کمک نکنید، قم بغل بگذار قم بغل باشد. نه من به کسی کمک نمیکنم، به من چی اصلا؟ برای چی من صدقه کنم؟ من اصلا خودم به صدقه نیاز دارم. یعنی همیشه پیش راه خیر رو میگیرن. بدبخت هایی که گمان میکنن دنیا فقط مال است، دنیا فقط خوردن و خوش رو پوشیدن است، بیخبر هستند که یک خیری که به خاطر الله میکنی هزار یک بیماری ها رو از سرت میبرد، هزار یک مشکلی ها رو از سر خودت و فرزندانت میبرد. الله میگوید آنی که همراهش نشستی، آنی که تو رو از خیر من میکند، چی صدقه باشد، چی خوبی با خویش و تبار باشد، چی معامله خوب باشد، چی حتی طلب علم باشد، تو رو از آن باز می‌دارد، اطاعتش نکن، در او خیر نیست. معتدین اثیم، درباره کلمه معتدین آنه که همیشه در مسئله گناه کردن، در مسئله حد خداوند را گذشتن، شرم و حیا ندارد، ظالم است، حد و حدود الله را پایمال میکند، چه حلال است چه حرام است به آن اهمیت نمیدهد. اسیم آنه که آلوده گناه است، آنهایی که غرق گناه هستند نباید یک مؤمن با آنها دوستی کند و نباید با آنها همچون یک انسانی مصلحتگر و یک انسانی که او از او می شود بعضی مشورت گرفت، از او مصلحت گیرد. او یک انسانی بدبخت گناهگار است و جز کثافتی و بدی چیز دیگری از او نمی آید. در دوامش می گوید عتل بعد ذلک زنیم، آنی که عتل هست. معنای عتل آنی که سبحان الله در حدیث آمده است پول و مال دارد اما خیلی بدنفس است، خیلی به شکم خود شکم پرور است و این چونین خیلی ظالم است. یعنی آنه که فقط از پی خوردن است و سبحان الله این یک درد است. حاضر من پیشتر هم گفتم مردم خوردن خود را پنهان میکردند تا دل یک گرسنه ای را نرنجانند. امروز مردم خوردن خود را بر اکلام میگذارند. در استاتوس امروز چه خوردن عائله ها، حتی به گروه ها عکس میفرستن که ببینید ما چی خوردیم. از این من نمیدونم یا عقلم پستی میکند یا بالایی میکند. من نمیفهمم که کسی که خوردنیش رو بر اکلام میگذارد مقصدش چی هست. ما این رو خوردیم ببینید که چه خیلی بامزه خوردیم، ما این رو خوردیم شما ندارید.
من تماما همین چیز را، منطقی همین چیز را نمیفهمم که پرخوری خود را بعضی ها دسترخوانی که چند نمود خوراک هستند در پیشش خودشان، اون طرف شوهر نمیدونم یا فرزند، اون را عکس میگیرن، ما همه این رو میخوریم. این چی است؟ این یگان فرهنگی پیشرفته است یا این در حقیقت نادیدگی هست؟ چشم گرسنگی نیست خوراک میخوردگیت رو به مردم نشون میدی که من نادیده هستم، انا خوردنم رو به شما نشان داده استادم، کار خوب نیست، اصلا کار خوب نیست. عطولی که در حدیث در آیت آمده است، پیامبر خیلی عجایب در حدیث معنی داد میکنند که حدیث در مسند امام احمد است، آنه که شکم پرور است، پرخور است، فقط از پی سیر کردن معده خود است، از نوشابه، از خیل به خیل خوراک خوردن، بجز این ظالم است. یعنی پرخوریش یک چیز دیگر باز ظالم هم هست. هر چی زیادتر خورد انسان، هر چی قلبش میمیرد، هر چی زیادتر انسان خورد، هر چی پروای دیگرها ندارد. و آنه که هم ظالم است، هم بد اخلاق است، هم شکم پرور است، او چی هست دیگر؟ یک انسانی که مستی شهوتی شکمی خود گشته است و او پروای هیچ غمی آخرت و حتی دنیا ندارد. انسان‌های پرخور در زندگی هم زیادیشون بی‌برکه هستند. اگرچه پول و مال دارن، خیلی انسان‌های چشم گرسنه، پولداری گرسنه. پس اینجا به کلمه عطل اهمیت دهیم خواهران عزیز. یعنی این وبا یا گفتیم این یک درد شده ایستاده است، بیخبر هستن. خیر گفتید به خواهر خودم چی پختیم؟ من این را پختم. خواهرت محرمت هست، همین هم اگر دانش شرایطش خوب نیست بهترش نگو که خواهی نخواه چشم هست چیزی دیگر. اما برکلم موندن چی؟ سبحان الله. حاضر شروع شده است. بعضیا میگن، من میگویم این خیلی پختن را یاد دادن. اصلا برای پختن و اینقدر زیاد پختن و یاد گرفتن هم من میگویم دنیا برای اینقدر پختن و خوردن نیست. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثری وقت روزدار بودن، همسران پیامبر روزدار بودن. من نمیگویم خود را از نعمتهای دنیا محروم کنید، لیکن وقتی که نعمت دنیا یا خوردنی ها از حدش گذشت، این اسراف می شود، این به دل سختی می برد، این به فراموشی می برد که آمدن تو به این دنیا چی هست؟ فقط خوردن و نوشیدن. خوردن و نوشیدن بود، اکنون خوردن و نوشیدن رو نشان دادن که ببینید ما چی خوردیم، ما چی می خوریم، ما همراه فرزندم ما چی خوردیم. چیزهای دیگر که بهترش نگویم که شاید که بعضی کلمه های دور از اخلاق هم از زبانم آورده شود، ولیکن مسئله عطل بودن یعنی شکم پرور بودن این چیزی عادی نیست. شکم پروری عکس اخلاق حمیده است، عکس سنت پیامبر است، عکس مؤمنان حقیقی تقوادار است. مؤمن حقیقی اینقدر از پی شکمش نمی شود، او از پی خوراک روحش می شود. روانی تو چی خورده ایستاده است، روحت را به چی سیر کرده ایستاده، این معلوم است. هرچی روحی خود را خوراک دادید با قرآن و با سنت و با درس های علمی، با ذکر کردن، با گریه کردن نزد الله، با خلوت نشستن، با صحبت کردن همراه دل، در این وقت بدن شما حتی سیر می شود. وقتی روحی شما سیر است، بدن شما خوراک نخورده هم سیر می شود. اما برعکس وقتی روحتان خراب است، از 1000 نمود خوراک خوردید هم باز گرسنه هستید، باز یک چیز دیگر معده شما میکشد و بیخبر میمونیم که اینجا گرسنگی چی است. و کلمه عطل چه خیلی گفتم، خیلی و خیلی از خصلت های الان کافر یک طرف استاد بین مسلمان ها، از آن که من با زنهای اهل اسلام، از زنهای با ستر و نمازخوان و دیندار زیاده رابطه دارم. حتی بین خواهرای اسلامی هم این چیز رواج یافته ایستاده است که از خوردن و از زیاد خوردن خود به جای شرم کردن، مردم این را به دیگران توصیه نه حتی تعریف میکنن. عطل بعد ذلك زنیم. الله میگه عطل است، خیلی گفتم، بد اخلاق، ظالم، بد زبان، باز معده پرور و نفس پرور، این چنین زنیم است. در بین مردم با بدنامی مشهور است. اونه که با بدنامی در بین مردم مشهور است، بدانید که جزای پیشتر آمده از طرف الله هست. مردم میگن یک ظالم، یک حقارتگو، یک آدمی پست و پچق، یک آدمی که به یک تین نمی ارزد، یک آدمی دیگه. هر کسی که با بدی مشهور است بیهوده نیست.
یک نفر دو نفر نه، تمام مردم بابت یک نفر رو شناختن، دیگر این جزای بر وقت آمده است که نباید یک آدم مؤمن با این گونه انسان ها یا از این گونه انسان ها پیروی کند و از این گونه انسان ها توصیه بگیرد. الله در دوامش میگوید سنسیمه علی الخرطوم، یا پیش از این ببخشید انکن زمالی و بنین، این آیت رو مونده رفتم، آیتی 14 هست. الله میگوید اگرچه صاحب مال و فرزند باشد، یعنی بعضا به خاطر پولداریش، امروز به خاطر کرسیداریش بعضی ها یک آدمی بد زبان، بد اخلاق، اشکم پرور، یک آدمی ظالمی حقارتگو را اکجانگویان بعضی ها دست تعظیم به پیشش می نهند، در حالی که او چی هست؟ در حالی که او یک بدبخت است. به خاطر مالش، به خاطر پولش نه، به خاطر پول و مال اصلا یک نفر را وقت صاحب این گونه اخلاقهای بد است نباید که تو پیروی کنی. انشاءالله از آیت 15 صحت سلامت باشیم. درس دیگر دوام میدهیم.